در شهر و ناحیه‌های ولایت تقدیم شاه حسیر بیزوال ابوالقاسم فردوسی که با اقدام و سرپرستی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان روی کار آمده است، به عائله‌های اهالی شهر و دهات ادامه دارد. کاروان کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی این دفعه وارد ناحیه باباجان غفورов گردیده، تقسیمات آن در 2 جلد به 67960 خانواده اهالی ناحیه آغاز گردید. طوری که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید کردند، شاهنامه بزرگترین اثری است که برای تربیت نسل نورس و جوان و کلانسال اهمیت مهم و تاریخی دارد. این شاهنامه بیزوال نه که یک حماسه برجسته ادبی و فرهنگی است، آن وسیله حفظ پایه خودشناسی ملی می باشد. هر یک مصرع، هر یک بیت شاهنامه این حکمت است، حکمت افتخار وطنداری است که نسل نورس را می تواند در هویت ملی افتخار وطنداری تربیت نماید. دسترسی هر خاندان گردیدن شاهنامه ابوالقاسم فردوسی برای ساکنان ناحیه باباجان غفورov دلیل سیاست فرهنگ پرورانه و انسان دوستانه سرور دولت محترم امام علی رحمان محسوب یافته، در تربیت و تندرستی، خودآگاهی و خودشناسی، رسیدن به قدر وطن، ارزشگذاری به قهرمانی های فرزندان فرزانه ملت نقش مهم دارد. روحی مردم خیلی بالیده است. آنها از تشبس های خیلی خردمندانه جناب عالی خرسندند و ما افتخار میکنیم که تاریخ خلق خود را شکرتر میآموزیم و نسل های آینده برای پیشرو شدن وطنمان با کوشش میکنند. باید تذکر داد که این اقدام پیشوای ملت به استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روی کار آمده، تحفه ارزنده به عائله هر یک ساکن مملکت به حساب می رود. یادآور می شویم که شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی در حجم 2 جلد با تعداد بیش از 1,050,000 نسخه به هر یک عائله ساکنان ولایت دسترس کرده می شود.